درود شنوندگان عزیز، آخرین خبرهای امروزه را مستقیما روی موج رادیو موجر از استودیوی مرکزی میشنوید. امروز 21 می 2020 سال است. خبرها را از روسیه شروع میکنیم. 3 مهاجر تاجیکستانی روز 20 می با جراحت‌های گوناگون جسمانی در ولایت چلیابینسک روسیه بستری بیمارستان گردیدند. طوری گفته می شود این شهروندان تاجیکستان را ماشین‌های یاری تعجیلی از منزل در کوچه ملادگواردیسکی شهر چلیابینسک و بیمارخانه‌ها انتقال دادند. گفته می شود که هر 3 نفر در نتیجه تیرپرانی در دهه کرمنکول زخمی شدند، اما از چه باشد که در جای حادثه یاری تعجیلی نخواستند. تنها با گذشت 1 ساعت و ترک محل حادثه نفران جراحت برداشته یاری تعجیلی دعوت کرده و به بیمارخانه‌ها انتقال یافتند. از 3 مهاجر زخمی شده نام بردن نمی شود، ولی یکی از آنها 41 ساله، دیگر 38 ساله و سومین باشد 22 ساله گفته می شود که زخم‌های برداشته آنها در کتف، پای، دست و قفس سینه دیده شده است. بیماران را که وضع یکی از آنها وحیم ارزیابی می‌گردد به بیمارخانه‌های کلینیکی شهری رقم‌های 3 و 8 شهر چلیابینسک انتقال دادند. طبق معلومات پیشکی مهاجران از تیر سلاح آتشفشان زخمی شدند، ولی چگونه و در چه شرایط و یا کی آنها را به واسطه یرق آتشفشان زخمی کرده است حالا معلوم نیست. طبق اطلاع دفتر مطبوعات سرایست وزارت کارهای داخلی روسیه اوید به ولایت چلیابینسک از روی حادثه مذکور با ماده قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامت انسان پرونده جنایی بازگردیده تفتیش شروع گردیده است. بیست و دوم می شهروندان تاجیکستان که در نتیجه از پاندمی کرونا ویروس در جمهوری ترکیه در ماندند بعد دوشنبه برگردانیده می شوند. در این باره از پلیس از قول مسئولان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه خبر می دهند. طبق اطلاع بیش از 200 شهروند تاجیکستان از ترکیه بعد دوشنبه برمیگردند. شب 23 می ساعت 1:45 به وقت دوشنبه یک هواپیمای شرکت ترکیش ایرلاینز از جمهوری ترکیه بعد دوشنبه پرواز کرده هموطنان را برمیگرداند. یادآور می‌شویم که شهروندان تاجیکستان که در ترکیه قرار داشتند 19 اپریل به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نامه نوشته خواهش کردند که آنها را به وطن برگردانند. روز دیگر وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان گفت که حکومت کشور تصمیم دارد که شهروندان جمهوری تاجیکستان را که با سبب کرونا ویروس در دیگر کشورها درمانده‌اند به وطن برمیگرداند. قید کرده شد که روند بازگشت شهروندان از خارجه و از فراهم آوردن شرایط ضروری از جمله موجودیت جاهای موافق برای نگاه داشتن در حالت کرانتینی وابسته است. شما آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیده استادید. وزارت مدافع فدراسیون روسیه محصلین و ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی حربی در قلمرو روسیه تحصیل می‌کرده شهروندان تاجیکستان را بعد دوشنبه انتقال داده است. در خبر دفتر مطبوعات وزارت دفاع روسیه گفته می‌شود که تحویل محصلین مؤسسه‌های تعلیمی حربی و اعضای عائله آنها به دوشنبه به طور رایگان صورت گرفته است. خدمتچیان حربی تاجیک در مؤسسه‌های تعلیمی حربی وزارت مدافع فدراسیون روسیه تعلیم خوب گرفته همه امتحان‌ها را با موفقیت سپاریدند و تحصیل را پیش از مهلت به انجام رسانیدند. آمده است در خبر وزارت دفاع روسیه. قید کرده می شود که رسانیدن خدمتچیان حربی و اعضای عائله آنها به وطنشان با درخواست جانب تاجیکستان صورت گرفته است که آنها در روزهای 19 و 21 می که 186 نفر را در بر می گرفتند به تاجیکستان انتقال داده شدند. و از مسکو به شهر خوجند می رویم. تا امروز برای چرابینی‌ها اوید به مبارزه با کرونا ویروس از بودجه محلی در خوجند زیاده 350,000 سومانی مبلغ جدا کرده شده است.
از جمله 100,000 سومونی برای خرید محصولات بی‌ضررگردانی و 250,000 سومونی برای خرید لباس‌های محافظتی. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات رئیس شهر خوجند. قید کرده می شود که این زمان در مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند موادهای ضروری بی‌ضررگردانی برای کارهای ضد اپیدمیکی ذخیره کرده شدند که تا یک دوره معین کافی است. در طول یک ماه هنگام بی‌ضررگردانی تمام قسم‌های شهر خوجند بیش از 1,000,000 متر مربع کوچه‌ها، خیابان‌ها، خانه‌ها و صحن بناها تازه و بی‌ضررگردانی کرده شدند، گفت رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده در جلسه اوید به مقاومت و پنجشنبه کووید 19. این نوبت جلسه مقامات در سوخت به فرق از دفعه‌های پیشین نه در بینای مقامات اجراییه بلکه در هوای گشاده باغ کمال خوجندی دایر گردید که در آن رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده نیز حضور داشتند. معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند اینچنین گفت که در باغ‌ها، خیابان‌ها و جای‌های سرادم شهر از جمله باغ‌های کمال خوجندی، ابو عبدالله رودکی، باغ ابو محمود خوجندی، مجمع اسماعیل سومونی و اینچنین در مرکز شهر بلندگویک‌ها نصب شدند که توسط بلندگویک‌ها متخصصان ساحه طب برای پیشگیری پنجشنبه بیماری‌های سیریاتی توصیه‌ها می‌دهند. در روسیه پیشگیری افزایش جنایتکاری در بین مهاجران ملتی هنگام پاندمی از کرونا ویروس امکان پذیر گشته است. در این باره در مصاحبه با روسیسکایا گازета معاون کاتب شورای امنیت فدراسیون روسیه الکساندر گربکین خبر داده است. مهاجران در روسیه در 4 ماه اول سال روان تقریبا تمام جنایت‌هایی را که در این وقت سال گذشته صادر کرده بودند دست دادند. یعنی میزان بالاروی جنایتکاری در بین مهاجران از آغاز این سال تا کنون دیده نمی شود. معاون کاتب شورای امنیت فدراسیون روسیه الکساندر گربکین قید کرده است که این از فعالیت شبانه روزه و کارهای پروفیلاکتیکی با ثمره مقامات حفظی حقوق است. با گفته وی در 4 ماه سال 2020 شهروندان خارجی در روسیه تقریبا 12,000 جنایت صادر کردند که نسبت به سال گذشته به تغییر باقی میماند. با وجود این باید نادیده گرفت که بنابر شرایط وزنین پاندمی اکثر مهاجران در وضعیت دشوار زندگی قرار دارند. این و دیگر عامل‌ها باید برای تامین ثبات وضع مهاجران به نظر گرفته شود، گفته است معاون کاتب شورای امنیت فدراسیون روسیه الکساندر گربکین. حالا در روسیه طبق یک دستور ولادیمیر پوتین از 15 مارس تا 15 ایون مهاجران مهنتی از پرداخت پول پاتنت و به رسمیت ضروری دیگر اسناد بودجه خود آزاد هستند. چند مرتبه کارشناسان حدس زده بودند که در دوره پاندمی از کرونا ویروس و تعطیل قریب 2 ماه در روسیه که به بیکاری مهاجران نیز آورده رسانیده است، صادرشوی جنایت‌های کوچکی از قبیل رازنی، غارتگری و اوباشی در بین مهاجران می‌افزاید. اما با این همه مشکل‌های این دور پیشگویی کارشناسان عملی نشد و سطح جنایتکاری در بین مهاجران مهنتی به تغییر ماند. دادستان شهر توکیو دولت ژاپن خیرامو کاواکا استعفای خود را اعلام کرد. سبب استعفای سرپرکرور شهر توکیو در ویران کردن حالت کرانتینی گفته می شود. طبع رسانه‌ها خبر می‌دهند سردادستان پایتخت دولت ژاپن در دوره کرانتینی 2 مرتبه قاعده‌های جاری شده را ویران کرده به خانه یک دوستش که روزنامه‌نگار مجله سانکی میباشد رفته است. اکثریت ساکنان پایتخت ژاپن در شبکه‌های اجتماعی رفتار دادستان شهر توکیو را به شدت تنقید کرده نوشتند که پرکرور که خود نظارتگر اجرای طلبات قانون است چرا که قاعده‌های جاری شده را نادیده می‌گیرد. در پاسخ کاربران شبکه‌های اجتماعی سرپرکرور شهر توکیو جواب نوشت که تنها 2 مرتبه به خانه دوستم بهره بازی شاهماد رفتم و این هم از مجبوری بود چون در خانه تنها دلگیر شدم و خواستم با دوستم نشسته شاهماد بازی کنم و کمی هم باشد اندوه را از دل بیرون کنم، گفته است پرکرور شهر توکیو خیرامو کاواکا. بر ضمن این همه ساکنان شهر توکیو حمله های لفظی را بالای پرکرور کم نکردند و همین طریق تحت فشار شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی سرپرکرور شهر توکیو دولت ژاپن از مقام خود استعفا داد.
از این پیش در اول ماه اپریل نیز وزیر تندرستی شاتلند کاترین کالورت با سبب ویران کردن طلبات کرانتینی از وظیفه خود استعفا داده بود. شنوندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیوی